خب این جک اله کلنگی که میبینید در حقیقت ارتفاعی که میره بالا از پشت جک و جلوی جک یه چیزی حدود 1.40 میره بالا. مخصوص کسایی که کار زیرشویی انجام میدن، کار کارواش انجام میدن، کار دیتیلینگ خودرو انجام میدن، تعویض لاستیک انجام میدن، بسیار بسیار مناسبه. یه خرک هم داره، الان بهتون نشون میدم که این زیر خودش چجوری قرار بگیره. این برق اصلا نداره، سیستم برق داخلش اصلا تعبیه نشده، فقط با گیربکس برای بالا رفتن و پایین اومدنش ازش استفاده میشه. و در حقیقت متریالی که کار شده بهترین متریال، قطر آهنی که کار شده، گیربکسی که کار شده. و این دستگاه برعکس دستگاهی که توی بازار هستش یه پینایی روش تعبیه شده که قفل کن داره، یعنی میره رو قفل و هیچ اتفاقی برای جک نمیفته. ارتفاع ثابتش هم که به این شکل حدود 70 سانتی متره. این دقیقا میره زیر رکاب. یه دونه در حقیقت ورقی وجود داره اینجا که رکاب شما آسیب نبینه. حالا من الان دوباره اینو میارمش به سمت بالا، خرکشو بزنید که ارتفاعش هم دوباره ببینید، برای اینکه خیالتونم راحت باشه که خدایی نکرده خیلی ترس اینو دارن که موقع اینو اله کلنگی میکنن ماشین موقع بالا پایین نشه. یه خرکی ما تعبیه کردیم که تو بیشترین ارتفاع 1.30 متر، تو کمترین ارتفاع که ماشین دقیقاً صاف میشه روی این جک ارتفاعش میشه حدود 70 سانتی متر. یعنی از هر لحاظ، از لحاظ ایمنی بسیار میتونه به شما کمک بکنه که تمام کارهای خودرویتون رو انجام بدین. خب نکته مهمی که این دستگاه داره که اینکه این قسمت کفیش حالت کشویی داره و برای همه خودروهایی که کوچیک و بزرگ هستن شما میتونید انجام بدید. ابعاد کلی دستگاه هم تقریبا 2 در 2